فکر میکنی اما اول همه دونه بود داوری شروع بیدم داوری شروع بیدم باور کنی یک چی فراموش نمیکنم که همه آدمای بی‌سواد خیلی که فقط کفودا میشیدن تا پشت اندگر داشتن میشیدن یک تایم خیلی بودای حتی نامش نمیشته میتونه حرف نمیشناسه یا روز یکی گم میشه بیچاره پدرش خجالت میکشه گوش شده باشه این نوشته نمیتونه خوندن نمیتونه خط کشون بود وقت یا 6 ماه میگذره یکی خط میبیو مسافر خط پسرتون بیچاره خط میگیره میکشه با امید میخونم که فرزندش گوش شده همین تا نگاه میکنه که میگه همین مرغاوی نه ای بالا تا برآمدگی نه حرفای نه خطای نه املای چیکار کنم پیش این همسایه پیش وای همسایه هم ای نظر میگذارن بعد میبینن که مسافر در کمتر خجالت کشیده میگن ای بابا شما همین خطگیری مکتب روید همین راهبر مکتب در پیشنهاد کنه دیرکتور دا همین معلماش فایرات کنن یا حرفی یوان میفهمه بچه‌تون در کجای مسافر میگیره خط میره مکتب دیرکتور مکتب بیچاره میگیره میمونه تمام معلم دعوت میکنه همه معلم‌ها ای نظر میگذارن یگون کس یگون حرف نمیفهمه میگم ممکن دویدن در نوشتگی معلم تربیت سمونه فایرات معلم تربیت سمونه میگیره خط گیری مکتب سه کوب میدوا سه چور جنده سه وی پشتگی فایزول بوری میخالتا میخیزه یگون حرف نمیوه میبینن که مسافر خجالت میبیارن میگن مسافر در جامعه اینو همه خیلی نفرای هستن که همه خیلی حسنی خط دارن اینو دختران همین خطا گیره گفته دخترخانه رو مسافر میخیزه خطا میگیره بیچاره میره میدرو نزد سر دختر ای نظر میگذارن تمامی ای لیوا پتالو سر کنه تو تراپی فایرال میکنن همه ای نظر میگذارن ده حتی دختری چت سه اچکی میمونه یکون حرف نمیواد میبینن که مسافر وضعیتش واسه بینه بعد سر دختر میگه با خجالت نکشه با دخترها هممون هر خیلی مینویسیم هستن یگانه آدمایی که حسن خطی تمام دخترای خوندن میتونن اینا دارو فروش هم شما همین خطگیری ابتک روید مسافر بیگونی روز بشه علاقه بیچاره خجالت میبیاد دارو خونه نزدیک بیگونی دا میدونی که چقدر دارو خونه ما هیچکی نیست او چقدر خبر اومده که داوش شوش زنگ گرفتگی میدونم چیکار کاسه داولی بلند داولی پایان گردو برآمدگی شوشو درآمدگی اون رحم نوبت ایستادگی ها بازی پرستامول موده شده لوبای آدم کیسش میکنی پولم نداشته پرستامول داره اینم نوبت هم است بیچاره مسافر او اپتکچی میزوش که باشه پول اومدن گیره وای فرق تو گرنباس گرفته جواب داده رو خط و چیزا خدا وشتگی نوبتی مسافر میشه بیچاره خط دراز میکنه که اپتکچی میگیرم خیلی نگاه میکنه او ای بابا این داروی شما دقیقاً میشه مال آوردگی نیست یا این سال سیاهی خدا با شکر میبیایم بیچاره هر یا این استراس میبینی خطیجه ترجمان دو ترجمان داره از کجای میوه نمیشه در این نویای مخونه یا بچه‌ام خوندنی میره انا اولیا بعضی زنهای ما دیگه فلش کردم میره خطا بزنم اون بچه‌م خونسته زبان انگلیسی داره میرم انگلیسی نمیدونم محمد داوود دستگیر با ای طرف نویا بیچاره دستگیری کردگی بعد 5 سال میبیام انا دهه ما معلم زبان انگلیسی اومد بیچاره نماینده مکتب میبیا بچه همین مکتب تمام کردی انگلیسی خوندی اومدی مرحمت مکتب در کار نه همین قیال گرفتگی نماینده جماعت اومده بچه بیا جماعت و خارجی و مسئولیان اقلا سیما با انگلیسی نشباتی با انگلیسی نمیدونیم تا نه همین بگه که این از خارجی خودشیم شده و مسئول بینید دیهده وقتی پادر اومدن دا همین مولای دوری هیل و بزرگ تیله کرسودن اومدن که هوای ده همونجا جو باجو کرسودن و دیدن که هوای بته آن بچه انگلیسی میدونه و خارجی پرسیدن که همین بوزا ای هیل برولین با انگلیسی چی میشوا پرسیدن شد که خیلی سوال اوسمون میکنه همین بوزا ای هیل برووردن که با انگلیسی هو گفتی همین بود جلوت خلاص زهل بوز تمام جو خلاص زندگانی گاه آسان است و گاه مشکل است گاه چون قند و عسل گاه زهر قاتل است تلخ و شیرین هرچی می آید به نوبت بگذرد شکر قسمت میکند هر کس اگر ناقابل است همیشه قابل باشید خوشبختی این آخرین ماه همین است که من امروز در اینجا خواهران دادران جوانان حتی دوست رویکا نشستم خوش اومدم و علل خصوص مادرای عزیز به هیچ زیر قدومی مادران است از تمام اهل تالار خواهش میکنم برای اولیای زنها یک قرصک سلمی شود